إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع امروز ما و شما 7 مسئله است درباره قبر. مسئله قبر و احکامی که در اونجا هست، ما و شما میفهمیم که یهودی ها هم قبر دارن، نصرانی ها هم قبر دارن، بعضی از بت پرست ها یک تعدادشان قبر دارن. یعنی در ادیان دیگه هم امی قبر و زیارت و ایگپا هست. از این خاطر در هر دین احکام خاص خود داره و بعضی اوقات وقتی کسی احکام دین نفهمه، در این مسائل بینش در بین ازی و ای که مثلا چی کارهایی را در مسائل قبر باید انسان در نظر داشته باشه، بعضی اوقات اختلاط صورت میگیرد. از این خاطر اینی 7 مسئله که در این راستا هست، این انسان بفهمه انشاءالله تعالی اما مشکلاتی که در دیگه مردم ها وجود داره انسان از این خلاص میشه. مسئله اولشی است که عذاب قبر و نعمتهایش امور غیبی هست. حالا وقت در قبر یک کس دفن میشده باشه و کس دیگه در پالوی ازی ولو دفن شده، این حال یکی از حالت دیگه با خبر نمیشن و ما و شما حالت که در قبر هست ایره ما نمیفهمیم. صاحب قبر عذاب میبینه یا نعمت میبینه، یا انسان خوب است یا انسان زشت است، سر از چی حالات تیر میشه. چون مسئله برزخ که است، قبر مربوط به برزخ میشه، عالم برزخ. و عالم برزخ مربوط به غیب است و اگر غیب ما و شما بفهمیم باز یا انسان ها بفهمه، باز هیچ کسی بیدین و گمراه و کافر در دنیا نمیمانه. اگر یک کافر عذابش ما در قبر ببینیم یا یک گناهکاری خطرناکی که است اگر ما و شما او را ببینیم یا مرتد یا کدام مشرک، باز هیچ کسی در روی زمین دیگه کافر نمیمانه. از این خاطر مسائل عذاب قبر و برزخ کسی چی است، این مربوط به غیب میشه. و عذاب برزخ یا عذاب قبر تنها در داخل قبر نیست، چون ما و شما زیادتر انسان ها دفن میشه سر قبر گپ میزنیم، لکن عذاب برزخ که است ولو کسی را حیوان خورده باشه عذاب قبر سرش میایه، اگر در آتش در گرفته باشه هم عذاب برزخ. اصل در اصطلاح شریعت اسلامی که زیادتر در این مسئله برزخ گفته میشه. برزخ چی است؟ در درس‌های دیگه هم ما و شما خواندیم که یکی جهان ما و شما هست که را عالم مشاهد میگن، یکی عالم برزخ است. عالم برزخ از زمان مرگ انسان شروع میشه که روح انسان قبض میشه، این نفر در حالت برزخ داخل میشه تا زمانی که این مبعوث میشه در روز قیامت، در روز حشر. روز محشر که باز سور دمیده میشه باز قیامت شروع میشه. این عالمی فاصله بین دنیا و آخرت که است، بین قبض روح انسان تا زمانی که انسان مثلا دوباره در میدان حشر میشه، ایره عالم برزخ میگن. و این عالم برزخ دی چی است؟ کلگی دی عالم برزخ میرن، در دریا غرق شده باشه، در بحر غرق شده باشه و یا سوخته باشه، درج داده باشن و یا مثلا حیوانی را خورده باشن و یا در قبر به شکل عادی دفن شده باشه. سر کل از اینا چی میه؟ همین حالت برزخ هست. پس برزخ که است که کسی میخواست در قبر گپ بزنه، ما و شما در مسائل قبر یکی در محسوسات از حس استفاده میکنیم. چیزی که محسوس است، اینی چیز محسوس است. مثلا ما از حس خود استفاده میکنیم. اینجا چراغک است، معلوم میشه که روشن است. اگر این سویچ از این را بزنی، وقتی که گل شد باز صدا را انتقال نمیده. پس این محسوس است.
حالا اگر می حس چشم من نباشه، می چراغ سرخ است، آیا می چراغ سرخ است یا سبز است یا زرد است، کی میتونه برای یک نابینا تشریح کنه که فرق بین رنگ زرد، سرخ و سیاه چی هست؟ هیچ کس نمیتونه، در حالی که برای ما تو معلوم است. ما نمیفهمیم که این سرخ است، اما چه قسم سرخ و سبز برای نابینایی که از مادر نابینا تولد شده، برای از او فرقش بیان میکنی. و تو گفتم میتونی بر نابینا که اگه کالای سفید یک رنگ است به نام سفید، اگه آدم کالا بگیره سفید خوبش است، کرتی اگه سیاه باشه بسیار خوب معلوم میشه. اما اگر بخوای فرق برش تشریح بکنی که سیاه و سفید چی فرق دارن با سبز و گلابی، ولو که 100 تا دکترا گرفته باشی بر از او تشریح کرده نمیتونی، چون این محسوس است. نابینا عقل داره اما همین حس نداره، پس تو نمیتونی که قناعت بتی و برش بفهمانی که چی تفاوت است. این حال وقتی که ما به شما یک چیز محسوسه برای یک کسی که عقل داره بیان کردن نمیتونیم، چیز غیبی رو چطور میتونه او در زیر تاثیر عقل خود رو بیاره؟ مسائل غیبی رو او آنچه که در قرآن و سنت ثابت است رو میفهمیم و تا وقتی که پرده غیب برداشته نشه ما شما نمیفهمیم. پرده غیب چه وقت برداشته میشه؟ اونو وقتی که باز ایمان تو قبول نمیشه. مجرد که پرده غیب برداشته شد باز ایمان قبول نمیشه. از همین خاطر دو وقت است که ایمان انسان قبول نمیشه. یکی وقتی که ملک الموت میبینه، اگر تا این لحظه ایمان داشت خوب، اگر همین لحظه که ملک الموت دید، حتی فرعون که خودش ادعای ربوبیت میکرد و میگفت انا ربکم الاعلی، وقتی که ملک الموت دید که از این گلونش گرفت که می خفکش کرد که در دریا کلیش چاه کرد، صدا کرد گفت که آمنت بما آمنت بهی بنو اسرائیل، من ایمان آوردم با آن چیزی که بنی اسرائیل ایمان داشتن. به الله ایمان دارم، به رسالت موسی علیه السلام. الان و قد عصیت، الله فرش گفت که حال دیگه ختم شد، این لحظه دیگه ایمان قبول نمیشه. چرا در وقتی که ملک الموت هر کسی ببینه کل کافران مسلمان میشه. چرا پرده غیب چی میشه؟ برداشته میشه. و به این شکل چه وقت ایمان قبول نمیشه؟ وقتی که قیامت چیز شده، آفتاب از مغرب طلوع کنه، کلگی سعی او آفتاب از اونجا طلوع کرد، ببینی که کلگی کلمه میخوانه، باز وقت میگه نه دیگه حاله. چرا؟ در قرآن میگه که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که ایمان به غیب دارن. باید ایمان به غیب داشته باشی. وقتی که باز با چشم دیدی غیبیات، باز وقت ایمانت قبول نمیشه. ما بسیاری وقتا برای زمین جوانا وقتی که در یگان صنف تا درس میتیم، برای جوانا یگان مثال میگیم که تو در ذهن از این خوب معلوم شود. این قصه را ما چندین دفعه در درس ها و ترا کردیم. میگه یک 3-4 تا قصه از دیگه به حساب جور کردن به خاطر از اینکه مفهوم خوب برسانه. میگه چند تا ماهی ها در دریا بودن، این ماهی ها که است اما دنیایشان بحر است. این دنیای ما برای ماهی ها دوزخ است. خب دوزخ هستی یا آخرتشان از دنیای ما و شما. دیگه میگه چند تا ماهی آدم زیر بحر بودن، یک ماهی از این بالا یک توته چیز آمد، یک توته گوشت آمد. گوشت که پایان شد، این ماهی های سنکلان و ریش سفید و پیر یا که هستن، برای این ماهی های جوان گفتن که احتیاط کنین بچه‌ام که این گوشت که از این بالا میه، این گوشت خطرناک است، اگه بخوری چی میکنه. میگه در بین از این ماهی ها دیگه یک ماهی بود که خوبم تو کاراته و بوکس و تکواندو و کیک بوکسی ها را یاد داشت و آمد برشان گفت که شما چی میگن، عجب مردم هستین. خب مثلا من این گوشت خوردم چی میشه؟ این مایه پیر و با تجربه و یا برش گفتن بچه میره که بخوری، در بین از این گوشت یک چنگک است، این می علق داخل میشه تو را کش میکنه. خب گفت مثلا چنگک مرا کش کرد بالا برد چی؟ خب بالا معوض. گفت بالا او نیست، بالا از این او که برای اونجا آخرت ما ماهی ها شروع میشه. خب گفت اونجا چی است؟ گفت اول اونجا که بری تو را می نفر که کش میکنه می پرتید لب بحر، و لب بحر که از اینجا جغل است، آفتاب بسیار تیز است، بغلایت در میده. خب گفت دیگه چی؟ گفت دیگه صاحب دی بغلای ازی که است اونجا باز یک نفر ششته اینم تو بروتای کتا کتا داره و اینم تو یک دانه کارد دراز داره
و پیشش هم یک دیگ است، در بین از دیگ یک روغن بسیار تیز است، هم تو جوش میخوره، کمی پرتی تمی جیگر و قبرقای تا برای تعو میکنه. میگه این ماهی دیگه برش گفت که فوم اوریش سفیده، گفت ما یک ماتریالیست هستم. ماتریالیست میفهمین؟ ما کمونیست هستم، من ماده پرست هستم. تا که به چشم خود ندیده این گپای شما هیچ ارزش نداره. سیکو بالا آسمان سبز است، کوکی ماهی گیر، کوکی دیگ روغن، کوکی جوش، کوکی چوب، کوکی آتش، کوکی فلانی. این گپا رو نزنین، ناق وقتتان رو ضایع کردین، وقت ما رو هم ضایع نکنین. او روز ما شما آخرش سفید هستین، جایی رفتن نمیتونست، لالایت سفر کرد، شرق بحر، غرب بحر، مایای سرخ است، مایای سبز است، مایای لوکس است، هر جایی که بیری این چیز است. نه من دیگ دیدم و نه من کاسه را دیدم و نه من کارد دیدم و نه من ماهیگیر را دیدم. این گپا از کجا کشیدن؟ برین در این گپا مردم مصروف نکنین، با اینکه مردم ساعت خدا تیر کنه و بخوره و عیش کنه. یه دیگه بر شرق قدشید گرم، یک ماهی بود برش گفت که بیادر. یک شاعر میگه صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خیش. برو بخو بچیم، برو تو بخو که یک دفعه ببینی به چشمت، باز برات معلوم بشه که سوسیالش چطور است، دموکراتش چطور است، فاندامنتالیستش چطور است، باز اون برات معلوم بشه. خیر است. ما دیش سفیدمی، ما نافاممی، تو ماشاءالله تکواندو باز و تو قوی و تو زور است. گفت والله که ماهی گیرام گیر کنم برای تو زدن بتمش که یک لغت به پس لغتی بزنم که دانشوی طرفته. سیست که بچیم برو بخیر. ایسا همی دویده رفت، همی توتا گوشت خورد که همی تا که جوید گفت چی مزدار گوشت است که چطور است، که همی خورد که دمی علق از همی چنگک بند ما دلقش که چنگک بند که گفت برو که ببینی با چشمت ببین. ای که میگم که سر خود از همی بحر که کلیش کشید تا این قسمت عوض نه، همی مایی رو که کش میکنه، همی کلی مایی از همی چیز از همی او برآمده چشمهایش بالا سای هونه والا دیک جوش هونه والا مایی گیردید که اینو برو تا و کاردم دادیم. این خور راستی بوده. چیغ زد گیلایم بته، اون مایی گیر که نانه یک رازه یواره کشش کن سر من انداختش در این بغل بحر، کمی انداخت سر جغلاکی بغلش درد میخواه که آخر لغتک میزنه. این پایای ازی این دنبک ازی در دست او چیز هم نمیرسه، در دست مایی گیر. لغت تو بر از او لغت است، لغت از او رو ندیدی. بعد از او گفت که خواه هر قدر که لوتک زد که پس خود دعو پرده صاحب مایی گیر آمد سیم تو گرفته شد کسی کارت دمی شکمش های دارن شد بعد از او سیم شکمش پاره کردم روده و چیزایش اوسو انداختم تو راسن دید که چند نفر دیگه صدا داره که زود پرتشه که گوش نماندیم. الان انداختش صاحب دمی بین از دمی دیگ چی میگفت؟ صدها چراغ داشتم و بیراه همی رفتم، بگذار تا بسوزم و بینم سزای خیش. با آنکه بسوزم راستی حالا من بسیار لودگی کردم. اینال ای برای روشن شدن ذهنیت بسیاری کساس که بفهمه که اینه میخواستم که ماهی اینمو تو برش آمادگی هست، موتورم که کش کرد به طرف بالا برد و پرده غیب از چشم ما افتاد. بازم سختترین کافرایی که در تاریخ تیر شده که بسیار خطرناک بود فرعون است. و فرعون بازم اینجا صدا کرد وقتی که فرعون دید که می دست ملک الموت که می گلونش رسید، میگه فبصرک الیوم حدید، میگه بازی چشم تو بسیار تیز میشه، پرده غیب برداشته میشه. فرعون دید که اوه جنت است، دوزخ است. من فکر میکنم لشکر من سیل میکنه که لشکر الهی چند میلیون ملائکه استاد هستن، چند میلیون ملائکه.
این طرف سلام میکنه، این طرف سلام میکنه، چیر میزنه که ایمان آوردم، توبه کردم. و دیگه از این گردنش گرفتم، یا جخش میکنه، کلیش میکشه، جخ میکنه، میکشه خوب که متوش دل جیگرش برش کشید، باز شوتش کردم روی زمین. گفت برو تو فرعون باز برای دیگه فرعونی ها چی باشی؟ دلیل باشی. تابال مجسمه فرعون هست، تابال مجسمه فرعون هست. وقتی که مصری ها کشف کردن مجسمه فرعون، باز یک عالم است فرانسوی است، باز یک عالم فرانسوی این میگه من نامش یادم رفت، موریس بوکایل هست، موریس بوکایل. موریس بوکایل این میگه من سرجراح متخصصین فرانسه بودم و در این قسمت ها میگه ما بسیار تحقیق میکردیم. باز میگه در وقت فرانسوا میتیغان، فرانسوی ها ری را غین میگن، خب فرانسوا میتیغان، میگه در زمان فرانسوا میتیغان میگه حکومت فرانسه چون زیاد به می آثار تاریخی و آثار قدیمی زیاد چیز دارن، زیاد حکومت فرانسه می خود فرانسوی ها که از دمی آثار عتیقه و گپ ها بسیار تحقیقات میکنن، تحقیقات علمی، یک مجسمه را پیدا کنن، یک پولی را پیدا بکنن، تاریخی که مثلا لوحات پیدا کنن، با بسیار قیمت گزاف میکنن و سرزو بسیار تحقیق میکنن تا نتایج به دست بیارن. باز میگه همی فرانسوا میتیغان از رئیس جمهور مصر او وقت تقاضا کرد و گفت که اگر همی مجسمه فرعون که شما پیدا کردین چند روز در فرانسه اجازه بدین ما را ببریم و سرازی چی کنیم، تحقیق کنیم. باز میگه همی کار کرد رئیس جمهور. این میگه مجسمه فرعون صاحب در طیاره خاص گرفتن و آوردنش به پاریس و به فرانسه، نفهم در کدام شهرش، پاریس بود یا کجا بود والله اعلم. میگه اینجا آوردنش و بالاخره میگه مکه، موریس بوکایل میگه مکه او وقت رئیس جراحای فرانسه بودم، مرا به همراه چند نفر دیگه متخصصین وظیفه داد که ما سر جسد فرعون که چطور چندین قرن از این تیر شده و این خراب نشده و این چی کمال داشتن و چی آثار است چی فلانی است، باز میگه سر از این تحقیقات شروع کردیم. میگه تحقیقات که شروع کردیم، باز میگه بالاخره چند چیز ما کشف کردیم. اول یک چیز کشف کردیم که این مرده ازی در قبر نبود از اول، پسانی چیز برای ساخته شده، احرام بوده یا چیز، اصل این غرق شده. میگه ما در پشت گوشش این قسمت هایش پارچه های از نمک یافتیم و به اساس چندین کامپیوترهای قوی که تحقیق میکردیم، میگه ما را کشف کردیم که این فرعون، این جسد که حال فعلی هست رمسیسی را میگن، اصلا نامش رمسیس است و مصری ها مثل که ما و شما هم کلان خدا پاچا میگفتیم یا رئیس جمهور میگفتیم، و فرعون میگفتن. هر کس که پاچا میشد نامش فرعون میبود. اصل نامش فرعون بود، چی بود؟ رمسیس بود و تخلصش همی به حساب فرعون. باز میگه همین رمسیسی که در زمان موسی علیه السلام بوده و قدر وقت چیز بوده، باز میگه این غرق شده، باز بالاخره از غرق کشیده شده در زمین و باز دفن شده و چی شده. میگه ما همین تحقیقات خود برای گفتم. باز میگه ایره وقت گزارش که آوردم حکومت فرانسه یا پس جسد بردن به مصر تحویل کردن. میگه ما در یکی از کنفرانس ها همین تحقیقات خود برای مردم بیان کردم. باز میگه یک مسلمان خیست برای ما گفت که مستر موریس بوکایل this is not a new thing. ای گفت کدام چیز نو نیست که you are thinking تو فکر میکنی که مثلا کدام چیز است. گفت که ای در قرآن عظیم شان وقت نوشته شدگی و ما مسلمان از این خبر داریم که ای غرق شده و از غرق کشیده شده و بالاخره میگه من یه گفت گفتم که چی میگی کتاب مسلمان است؟ بله در قرآن عظیم شان هست و ای که غرق شده و ای چیزا شده کدام چیز نه من ایره با چه تحقیقات را پیدا کردم. گفت تو با تحقیقات پیدا کردم، تو بیار قرآن. گفت قرآن عظیم شان خواندم که عین تحقیقاتی که ما 40 روز 50 روز سر از زحمت کشیدیم این در قرآن عظیم شان یک کلش ذکره. میگیره که من خواندم میگه دیگه صفات قرآن خواندم که خواندم. بالاخره میگه اینمی تحقیق در مجسمه فرعون سبب شد که
ما مسلمان شوم و گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. بازی موریس بوکایل میگه باز ما یک کتاب نوشته کردم که تورات، تورا، گاسپل and قرآن and ساینس. میگه باز ما یک کتاب نوشته کرده بود که تورات، انجیل، قرآن و ساینس. باز میگه ما همین چیز کردم، باز در کتاب خود نوشته کردم که قرآن عظیم شان چون کلام رب العالمین است، در بسیار دلایل ساینسی است. خوب کتاب است، اگه بدستان بگیره بخوانین. با عربی و فرانسوی و انگلیسی ها هست، من شاید در فارسی هم ترجمه شده باشم. باز عربایی را ترجمه کردن که القرآن، التورات و الانجیل و القرآن و العلوم و الساینس. باز این گفت که این کتاب من نوشته کردم و برای مردم گفت همین دلایل که در قرآن هست را گفتم برشان که تو قرآن کلام الله هست و داری بسیار مسائل ساینسی هست. که من یک فرانسوی که سرجراح دکترای فرانسه بودم و من مسلمان شدم. پس این قرآن عظیم شان واقعا کلام معجزه الهی است و داری بسیار دلایل از ساینس و از تکنولوژی و از مسائل علوم است. قرآن اگرچه کتاب ساینس و کتاب تکنولوژی و کتاب گپا نیست، قرآن کلام الله است، کتاب هدایت است، لکن هدایت است برای هر کس. برای ساینسدان هم هدایت است، ساینسدان نه چیز نیمچه ملا میگه دشمن دین است، خو نیمچه دکتر دشمن الله است، نیمچه ساینسدان، نیمچه فیلسوف بیخی دشمن الله است. این حالی نیمچه که از کل دنیا را نیمچه خراب کرده. اگر همیل نیمچه بیاری یک دان نیمچه ملا را بشانی، این تو بر دین تشریح میکنه که دلت از سیاه میکنه از این دین. سری کسایی که مثلا از مسجد نمیره و متنفر از دین شده و چی شده، علتش کلش اینمی مردم های چی هست؟ نیمچه هست که اون نمیفهمه. او فکر میکنه والا ما که دمی اسلام آمدم نام ملا شد و مولوی صاحب شد و باز داملا شد دیگه وظیفه ما تمام رو سرنمی است که اختلاف بکنم و که تو کردی ولی تو دست بالا ماندی و تو پایین ماندی دیگه نمی جنجاله هست. اما اگر عالم صحیح شوه و عالم مکمل شوه، ای باز میفهمه که نه برادر عزیز، ما بنده های الله هستیم. الله از کی راضی هست؟ خاتمه ما هم مستور است، خاتمه از یا هم مستور است و کلگی بنده های الله هست و ما خدمتگارای دین هستیم، ما چپراسی های دین هستیم. ما خود ما مثلا محتاج هستیم، اگر دعوت هم میکنیم محتاج هستیم، اگر درس هم میتیم محتاج هستیم، اگر تبلیغ هم میکنیم خود ما محتاج هستیم. ما باید از دیگران که زیادتر تواضع داشته باشیم، زیادتر باید بترسیم، زیادتر به بارگاه الله رجوع بکنیم. اینال کل ازیک است. اما اگر نیمچه ملا را آوردی، نیمچه ملا دیگه تو شکمش سیر است. من خود جنتیستم، خودم خود جنتی هستم، آل بیاین که خودم ایمان قلبم پر از دیگه، من خود دیگه بشکی ایمان هستم. آل بیا که در تو ایمان انتقال بتم، مرا دسته باز دیگه چیز نمیرم. اندل یک جای رفتم، یک کسی ما گفتم یک چند سال پیش جوان بودم، یک کمک تو از زندگی خسته شده بودم. مرا گفتن فلانی شخص بسیار خوب آدم است، اگه پیش ازی بری شاید بر تو چی کنه، یک کمک راه را نجات برات پیدا بکنه. پیش ازی که من رفتم گفتم چی کنم؟ ماچ کو دست مرا گفتم دست ماچ کردن خود کدام مشکل نداره، مرا دسته چی از فی قلب کس مملو است از ایمان، از توحید. خب مثل که پیش تانک تیل بری بگوی که تانک ما دیگه می چیزم پر است، مرا دست حال دیگه گرفتم دست ما دیگه تا اندل زدم میره. چی میکنی صاحب؟ بار که می از قلب خود ایمان در قلب تو داخل. ماشاءالله من دیگه منتظر هستم که چه ایمان در قلبم داخل شد. 40 اندل زد، 50 اندل زد. اونمو بدبختی که ما بودم در اندلای ازی هیچ تاثیر نکرد و خود از این قدر از خود راضی هست. یک قدر توصیف خود ماشاءالله که میره سعی کردم. پسان دیگر روز باز میرم پیش از خمش، بازم من خودم ملامت میگم. البته بیچاره راست میگه، البته ملامت ما هستم، سرم تاثیر نمیکنه. البته چطور است. خود چند وقت بعد ازی شد که دیگر روز در مجلس شیشتیم
گفت کلتان الله بگوین، الله بگوین، الله بگوین. گفتم به چشم سبینه الله میگیم. الله گفتن خب خوب گپ است، خب چی کنیم دیگه؟ نه الله که میگفتین در وادی الله گفتن، باز چون شما الله را نمیبینین، وقتی که میگن الله الله دیگه شما چی کنین؟ باز چهره مرا در چشمتان بیاری. همین گپ که گفت که یک دفعه میده من درد گرفت، حالت سرم آمد، من گفتم همین دیگه چت است، این فرق غضب الله نازل میشه که او احمق و بیعقل، تو چی میگی که اینجا آمده بودی؟ از همین اتاق برآمدم دیگه، بیرون یک چهار دیوالی بوده، یک چهار دیوالی دیگه در آمدیم، کلمه می خواب میپرتم، باز تشناب میشنیم که یا الله غضبت سر من نازل نکنه، یک فرصت مرا یا الله بده دیگه، بد کردیم که اینجا آمدیم، یا الله یک فرصت بده دیگه. حال نزدیک است که من میگم میده میکفن، همین کالای مکسه میگم زمین عرق قیمت شر است دیگه، فکر میکنم که می آسمان دیگه این امیال چی است که این فرق دیگه، یا حال میخوره، حال سنگ از آسمان در فرق میخوره. خود توبه و استغفار و توبه و استغفار بگریز که نمیرسه به زمینجا. گریختم آمدم دیگه، وضو کردم، بارگاه الله به سجده افتادم که یا پاک پروردگارم چی بدبخت انسان هستم پیش از اینکه رفتی. اینی بدبختی هاست که کسایی که مثلا میگه چه به علم شیخی که هم دغه کفری بس نه. من میگم البته این مطلب میگن کدام که پسانی که نه، ولی هر کسی مطلب گفته بسیار آدم هوشیار بوده. چه به علم شیخی که هر کسی که به علم شیخگری میکنه و ملایی میکنه همین کفر بسش است. بعد از این انتحالت است. این حال نیمچه ملا دشمن دین است. الله رسول الله صلی الله علیه و لا تحاسد و حسادت نکنین، ولا تباغض و بغض نکنین، کینه نکنین، تجسس نکنین، یکی در دم به دیگه نفتین، شیطانی نکنین، رویتان از یک مسلمان دیگه نگیرین. و کونوا عباد الله اخوانا، برادر یکی دیگه باشه، اما تو اخوان، انما المؤمنین اخوان، دواغوش بگی چقدر خوب است، خوشت میه. حالا همون کس که تو مسلمان واقعی و چیز می باشه خوشت میه، اما 5 دقیقه هم کتش میری، اما 5 دقیقه شیشتن لذت میبری. اما برعکس از کسایی که خدا تکدار دین میگیرن، خدا بزرگ میگیره. ابن ابی ملیکه رحمت الله علیه یک تابعی است، میگه من 30 صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم. میگه 30 صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من دیدم. در بین از این 30 صحابی میگه کل از صحابه میترسیدن سر ایمان خود، سر ایمان خود. میگه آیا ایمان من الله قبول میکنه؟ آیا من با ایمان از این دنیا میرم؟ آیا در آخرین لحظه جان کندن توفیق گفتن لا اله الا الله برای ما حاصل میشه؟ شبها گریه میکردن و به سجده میفتادن که یا الله. چرا رسول الله هم گفته که انما الاعمال بالخواتیم، خاتمه هست و خاتمه کلگی مستور است. او صحابی که الله از اونا راضی بود، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. صحابی که الله مؤمن هم گفتهشان و الله از بهشان راضیان بودن و اونا می ترسیدن و لحظاتشان که قصایشان بخوانی که هر کدام از ما برعکس از او دی آخر الزمان. روز یک کس مرا پرسان کرد گفت استاد چطور بتوانم ایمان خدا چیز کنم؟ من گفتم آسان کار است. آسان چی است؟ تو یک لطف بکن، همین نواقض اسلام کتابش بخون پیدا کنین و این توصیه برای هر کس همی هست. چون آخر الزمان که است میگه صبح انسان مسلمان میباشه دیگر کافر میشه. تو نیست که امسال مسلمان میباشه و سال کافر میشه. صبح مسلمان میباشه، صبح جماعت نماز مسلمان دیندار در صف مسلمان ها، شام ابلیس، مثل ابلیس خدا که کتا تراشید، کتا خدا پیش میکرد، خود جن بود. قرآن میگه و کان من الجن، ابلیس جن بود.
و این قدر در عبادت و در تقوا و ترا خدا چیز میکرد که آمده بود در صف ملائکه استاش. من دیگه صفا نماز نمیخوانم. کجا ابلیس خان؟ من میرم در صف ملائکه استاد میشه و در صف ملائکه میامد و میگفت که من مثل ملائکه سجده و رکوع میکنم. الله متعال عالم الغیب است، از قلب هر کسی با خبر است. الله برش گفت که تو بسیار متکبر، خودخواه، دروغگوی هستی. باش در صف. چند وقت در از این جای داد؟ کجا؟ در صف ملائکه. باش، مشکل نیست، انشاءالله آسان است. باش در صف ملائکه. ابلیس آمد در صف ملائکه دیگه بسیار آمد استاد میشه. مدره چی میگه؟ امتحان الله آمد. امتحان الله آمد برش گفت که امر به هست. الله متعال در قرآن میگه من الله که امتحان میکنه همه حالت میاره. برای آدم علیه السلام همه میایه، کلمه همه میایه، مسنون میایه. میگه از خاکی را گرفت. ابلیس سیل داره دیگه. این از خاک گرفت. این خاک بالاخره به گل تبدیل کرد. این گل گذاشت که خوب گنده شوه. متوجه هستین؟ خوب این گل امان چی شوه؟ خوب گنده شوه، بوی بده، باز خوش شوه. خوب این مراحل سرازی دیگه ابلیس و ملائکه کلشان سر. بعد از این گرفت آدم علیه السلام جور کرد و روح دیده ماند. گفت بخیزین بینمی سجده کنی. متوجه هستی؟ گفت سجده کنی. این امتحان است. ابلیس که سنجی سعی کرد مجرد که الله گفت سجده کنین فسجد الملائکه کلهم اجمعون. الله میگه ملائکه کلشان سجده کردن. اجمعون چه قسم؟ مثل یک جماعت واره. پس پیش هم نشدن کلش هم یک دفعی کمی امر الله را شنیسی الا ابلیس. ابلیس قرار کلیش هم تو بالا استاده است. چیه پس ابلیس جان؟ گفت انا خیر منه. دیگه پکی قبول میکنه. تو گفتی من متقی هستم، تو گفتی من دیندار هستم، تو گفتی من به اندازه دیندار هستم که در صف جنها عبادت نمیکنم. در کجا من عبادت میکنم؟ در صف ملائکه. دیدین نه؟ همین قرآن که میخواین درس بگیرین و سر خود تطبیق بکنین. بعضی کس میگن نه در این مسجد چی نماز بخوانم؟ ما صاحب نماز صبح در مسجد پل خشتی میخوانم و باز نماز پیشین در شاهد شمشیره میخوانم و باز تابال 500 تا عمره کردیم و از نیست همه. روز که امتحان باز بشمه چرا؟ بازم الله برش وقت داد. الله برش گفت که مالکه چی شد؟ چرا که وقتی که امرت کردم سجده نکردی؟ تو را به قواری آدم چی؟ تو را به ساختمانش چی؟ تو را به گلش چی؟ تو را به گل گندیدگی چیست؟ من خالق هستم، یعنی من تو کارا را میکنم. تو را چی؟ تو امر من اطاعت میکنی؟ گفت نه انا خیر منه. من خازو که خوبتر هستم. خلقتنی من نار. شیطان از خالق بودن الله منکر نبود. خلقتنی، تو مرا خلق کردی، یعنی تو خالق مزی قبول دارم. خلقتنی من نار و خلقته من طین. و چی هست؟ از گلوره پیدا کردی، بازو گلام گنده شده، بازو سیاه گشته. از آیات قرآن شما بخوانین کل از این کلمات میایه. نه کسی که ترجمه قرآن خوانده دم ذهنش حال چیز میایه. برازی هست گل پیدا. مثل که حال بسیاری کسا میگه ما فارسی وانا هستیم، تاریخ 5000 ساله داریم. ما چی چای ابلیس شد نشد. پشتونا که باز شد باز پختر مونگ پختانه یو مونگ سای 15,000 تا 15,000 کال تاریخ لرو. دوردی تا چه نان ہوئی لیچ انسان نده. این حال پشتون قوم پرست، ازاری قوم پرست، ازبک قوم پرست. برش بگی که من مسلمان میخوانم، کلمه میخوانم. میگه کلمه دجاج باشه، نمازم دجاج باشه. خو ازبک نیستی، ازبک که نبود یوق. کافر ازبک یخشی. مسلمان دیگه کلیش ببریدن. این حال کل قوم پرست. اگر ازبک هستی
اگر هزاره هستی، اگر پشتون هستی، اگر تاجک هستی، اگر عرب هستی، اگر قوم پیغمبر هم باشی مثل ابو لهب، شاگرد شیطان هستی، ابلیس است. ابلیس است. اما اگر سیاپوست باشی، بدقواره باشی، چهرهت خراب باشه، مثل بلال حبشی، رسول الله صلی الله علیه و آله آمد دید، برش گفت که یا بلال، دیشب مرا ملائکه به جنت بردن، صدای تک تک پای می آمد، صدای تک تک پای می آمد. چی کردی بلال؟ که تو وقت میگه من ملائکه را پرسان کردم که کیست؟ گفتی خب صدای پای بلال است. ایناله صدای پای بلال است. بلال حبشی با چهره سیاه خود، با لبای کتکت خود، با قواری بسیار ضعیف خود، عربی را هم صحیح یاد نداره، عرب هم نیست، عجمی هست، قریشی خو هیچ نیست، قوم پیغمبر هم نیست، آزاد هم نیست، غلام است. ولی الله متعال برش قصت میده که بر پیغمبر نشان میده که وقتی در جنت میره، ایناله کسی که دین میفهمه با سر قواری کس خنده نمیکنه. ما شما خدا خوب دیندار میگیریم، باز سر قد مردم خنده میکنه، سر چیریش خنده میکنه. سیگه کلش صفات شیطان است، کلش صفات شیطان است. صفات یک انسان مسلمان مثل صفات یک انسان مخلص قسمی نیست. پس اینال نیمچه ملا دشمن دین است، نیمچه ساینسدان هم که ببینی، نیمچه ساینسدان هم بسیار شک سایل کنیم بگم ارتباط ساینس با اسلام چی است؟ میگه اصلا هیچ ساینس با اسلام ارتباط نداره. ساینس با اسلام چی؟ ساینس است. ریاضی است. اما وقتی که پیش کلان ساینسدان ها که موریس بوکایل است، برای که ببینیم میگه نه ساینس مرا چی ساخت؟ حالا موریس بوکایل چی مسلمان ساخت؟ ساینس مسلمان ساخت یا نه؟ حالا یک نفر بگه فلان نفر فرعون مسلمان ساخته، خنده میکنه. فرعون چطور مسلمان ساخت؟ اما میره کیف مسلمان ساخت؟ هم ساینس مسلمان ساختش، هم فرعون. معجزه الله هست تا روز قیامت. الله برش گفت که نمی قسم که فرعون جسدش براتون که تا روز قیامت دلیل است برای هر کسی. لکن اگر کسی را الله وقتی که تو آدم پیسه میده که الله ایمانم بده، علم میده الله کتش ایمان نصیب بکنه، ساینس میده الله کتش ایمان نصیب بکنه. اگر بازی چیزا رو بردان باز اما پیسه، علمت، ساینس، دانشت، کلش جوانیت، قدرتت، زیباییت، اندامت، کلش باز به خاطر دین الله مصرف میشه. اگر باز نه که جوان بودی و قدرت داشتی و توانایی داشتی و پول داشتی و مال داشتی و شیخ الحدیث بودی، ایمان کتش نبود، باز روز قیامت میگه دو کس در روز قیامت بسیار سختی ها رو میبینه. کی؟ یکی عالمه که دیگر از علم از او استفاده کرده به جنت رفته، خود مولوی صاحب در دوزخ میره. این بسیار خطرناک است. کلی میگه او مولوی صاحب از درسای تو به جنت رفتم، خودت کجا هستی؟ برای صاحب یک چند سال گفته در دوزخ باش. چرا؟ من این درسکا را که میدادم اصل هدف می بود که یک چند روپیه از جیب خود برام بکشه و درسک ختم کردم. باز دیگه یک چند روپیه که دیگه باز از جیب خود بتاوی، یک دوجه بتاوی. مناظره من به خاطر از این بود که یک چند روپیه که از مردم چی کنم؟ بکنم. این حال او چی پیسه دار به خاطر مسئله از در کجا میره؟ در جنت میره. خود از در کجا میره؟ به خاطر نیتش در دوزخ میره. چون به خاطر الله تبلیغ نکرده دیگه، کلش به خاطر پیسه است. و یکی میگه بسیار پشیمان میشه، عالمی که دیگه از علمش استفاده کرده و جنت رفته و خود از در دوزخ مستحق میشه. و دیگه پیسه داری که اولادایش از پیسه ازی جنتی میشن. این پیسه را صاحب از حلال و حرام و دروغ و غلطی و یک قران در راه دین الله مصرف نکن. این دیگه خوب شد. باز بچه‌کایش وقتی که شد دیگه بچه خود جیبش بندرای دلار پدرش موندگیست، نه پدرش دیگه یک روپیه که دستش می بود برش میگفت گریان نکو. کدام نفر پیسه دار میگه دستش پیسه بود عرق کرده بود، باز گفته بود گریان نکو، نفس ممکن برای تو از دست نمیتم، بمره مردم از گشنگی. این حالا باز زبی پیسه دار باز بچهش میگیره، صاحب مسجد جور میکنه، پیسش بچهش میگیره، در راه دین الله مصرف میکنه، صدقه میده، از پیسه زی بچه‌اش کلش چی میشه؟ در جنت میره.
پدرش در کجا میره؟ در دوزخ میره. بازی میگه بسیار. همین 2 نفر دیگه میگه در روز قیامت بسیار حسرت میبینیم، کاش که من جانب از به خود مصرف میکردم. این جمع میکنه برای بچه ها هم که صدا میکنه او بچه جان، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. روز قیامت چه قسمت؟ میگه فرار میکنه از پدر خود، از پدر خود، از برادر خود، از کلگی. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کس در حالت چیست؟ در حالت زندگی و همه جان خدا میخوره. این حالو تو سعی کنی که ماشاءالله بچه ایت قدر پیسه داره، اینقدر بورجی نعمت داره و تو بیچاره او بورجی ثواب میبره، پدر چی میبره؟ پدر از یخنش قرض داره، کشش داره، یک قرض مرا بده، یک معامله مرا بده، پیسه مرا خود فلان. این عالمه میشه ببینی کلگی رفته طرف جنت، چقدر سخت است. و خود عالمه که سعی کنی خودش طرف دوزخ کش کتار میبره. چرا؟ حالا من به خاطر از اینکه شهرت پیدا کنم، نام پیدا بکنم، قدرت پیدا بکنم، امکانات پیدا کنم، باز کلگی برای مسائل چی بکنم؟ اون کاری در دنیا شهرت میخواستی دادت، مناظره رو ببری باز کلگی بگه حالا دیدی عالمه دیگه، عالمه رو بند انداخت، خلاص همی تو بند انداخت. ماشاءالله این زور شدی، قدرت شدی. از این خاطر احتیاط بکنی. اگر علم دارین و پیسه دارین، این گپ بسیار در نظر خود انسان داشته باشه. ان شاء الله باقی ماندن در هفته آینده میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.